آیا تا به حال فکر کرده اید که تسخیر شدن توسط شیاطین تا چه حد مبنای علمی دارد؟ آیا اصلا واقعیت دارد یا نه؟ Smile pretty, big prick. For your boss. آنا الیزابت میشل در سال 1952 در خانواده‌ای دیندار و منسوب به کلیسای کاتولیک روم در شهر لایپزیگ آلمان متولد شد. خانواده او بسیار دیندار بود و در هفته 2 بار در گردهمایی‌های دینی شرکت می‌کردند. تمام زندگی و شخصیت او در محور دین تکامل پیدا کرد و او در محیطی کاملا دینی و افراطی بزرگ شد. آنا در سن 16 سالگی دچار تشنج شدیدی شد و بعد از انتقال به بیمارستان پزشکان برایش تشخیص سر لوب تمپورال گذاشتند. علیرغم این بیماری سخت، آنا توانست در دانشگاه وورزبورگ پذیرفته شود. در سال 1970 آنا در بیمارستانی که در آن بستری بود دچار حمله شدیدی شد. به همین دلیل پزشکان مجبور شدند داروهای ضد تشنجی قوی مثل دیلانتین برای او شروع کنند. آنا که وضعیتش روز به روز وخیم‌تر می‌شد، می‌گفت که موجوداتی با صورت شیطان می‌بیند. پزشکان برای او داروهای آنتی سایکوتیک مثل نیولپتیل شروع کردند، اما هیچ کدام از داروها روی او تأثیر چندانی نگذاشت. در سال 1973 وضعیت آنا بدتر شد و در زمانهایی که دعا می‌کرد صداهایی می‌شنید که او را مورد لعن و نفرین قرار می‌داد. وضعیت آنا حتی وخیم‌تر هم شد و هر گونه ابزار و اعمال دینی که می‌دید در او موجب ایجاد توهم‌های شنیداری و دیداری می‌شد. بعد 5 سال دارودرمانی خانواده او از پزشکان قطع امید کردند. در همین زمان کشیش ارنست آلت که یکی از دوستان خانوادگی آنا بود به دیدنش آمد. او به این دلیل که آنا نمی‌توانست از جلوی صلیب عبور کند و از آب مقدس بنوشد به خانواده‌اش گفت که آنا توسط شیطانی تسخیر شده است. یادداشت‌هایی از خود کشیش آلت نشان می‌دهد که آنا نمی‌توانسته به کلیسا وارد شود و حتی خاک محوطه کلیسا برایش مثل آتش گرم و سوزاننده بود. او صدای افرادی را که در پشت کلیسا دعا می‌کردند نمی‌توانست تحمل کند و اذیتش می‌کرد و حتی به عکس‌ها و نمادهای عیسی هم نمی‌توانست نگاه کند. بعد این همه اتفاق خانواده آنا از اقدامات پزشکی قطع امید کرده و به دنبال اعمالی مثل جنگیری رفتند. کشیش‌ها در اول این عمل را رد کردند و به خانواده گفتند که درمان دارویی را ادامه دهند، اما این کارشان به دلیل اعتمادشان به علم نبود، بلکه به این دلیل بود که در آن زمان برای انجام اعمال جنگیری باید تایید یک اسقف گرفته میشد و انجام این کار بسیار سخت بود. وضعیت آنها روز به روز بدتر میشد و علاوه بر وضعیت روحی، وضعیت جسمی وی نیز رو به وخامت بود. ادرار خود را می نوشید، حشره می خورد و به خودش آسیب می زد. در اواخر سال 1973 داروی تگرتول برای او شروع شد که دوباره تأثیری نگذاشت. شروع به نعره زدن کرده بود و مدام وسایل را به اطراف پرت می کرد و می گفت که همواره موجودات شیطانی می بیند. بالاخره در سال 1975 اسقف جوزف استنگل به کشیشی محلی به نام آرنولد رنتس اجازه انجام عمل جنگیری روی آنها را داد، اما دستور داد که این عمل در اختفای کامل انجام شود. چند روز بعد اولین جلسه جنگیری برگزار شد. در این حین آنا مدام در مورد فساد کلیساها و انحراف همسنهای خود حرف می‌زد. غذا نمی‌خورد و گرسنه نمی‌ماند. خانواده او به طور کامل از اقدامات پزشکی قطع امید کرده بودند و فقط امید به انجام اعمال دینی داشتند. به این منوال آنا 67 بار تحت عمل جنگیری قرار گرفت. قسمتی از این جنگیری‌ها را رنتس و قسمت دیگر را آلت انجام می‌داد. در هفته 1 یا 2 بار تحت جنگیری قرار می‌گرفت که هر جلسه تقریباً 4 ساعت طول می‌کشید. این جلسات در سالهای 1975 و 76 و حدود 10 ماه طول کشید. سرانجام در سال 1976 جسد آنا در خانه‌اش پیدا شد. بعد کالبد شکافی علت مرگ سوء تغذیه و بی‌آبی اعلام شد.
درست است که آنا غذا خوردن را رد می کرد، اما وقتی مجبور می شد می خورد. اما در طول تاریخچه چند صد ساله اعمال جنگیری کلیسا، کشیشا همواره افراد تسخیر شده را گرسنه و تشنه نگه می داشتند تا شیاطینی که او را تسخیر کردند جسمش را ترک کنند. در زمان مرگ آنا فقط 30 کیلوگرم وزن داشت و به ذات‌الریه مبتلا شده بود. زانوهایش به دلیل زانو زدنهای اجباری شکسته بود. این یک شکنجه جسمی و روانی تحت نام جنگیری بود. در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که بیماری آنها دقیقاً چه بوده؟ آیا واقعاً تسخیر شده بود؟ آنها و بیماران دیگری مثل او به یک بیماری روانی به نام Dissociative Personality Disorder و یا با نام قدیمیش اختلال چند شخصیتی مبتلا هستند. افراد مبتلا به این بیماری دارای چندین شخصیت مجزا از همدیگر هستند. این بیماران به دلیل افتراق و اشتقاق شخصیتی که پیدا می‌کنند نمی‌توانند به طور مناسب رفتار و احساسات خود را کنترل کنند. در حالت پیشرفته‌تر، درک و شناخت بیمار هم مختل می‌شود و با اضافه شدن اسکیزوفرنی که به طور شایع این اتفاق می‌افتد، بیمار نمی‌تواند تفاوتی بین واقعیت و توهمات قائل شود. یکی از شخصیت‌ها با توهمات ارتباط بیشتری برقرار می‌کند و وقتی که شخص از شخصیت خودش به این شخصیت منتقل می‌شود، توهمات حمله می‌کنند و بعد از تغییر دوباره شخصیت کارهایی را که شخصیت قبلی انجام داده است به یاد نمی‌آورد، زیرا که حافظه هم مختل می‌شود. در اغلب مواقع این شخصیت‌ها بر اساس محتویات زندگی شخصی فرد شکل می‌گیرند و برخلاف تصور عموم، نوع دینی این بیماری زیاد شایع نیست. بر اساس تحقیقات فقط 29% این شخصیت‌ها با توهمات اجنه و شیاطین همراه هستند و بالعکس اغلب با توهماتی مثل دیدن یک کودک و یا شخصیتی از جنس مخالف و یا ارتباط با ارواح مهربان و غیره همراه هستند. Ja, das ist Familie. Ihr könnt zwar nicht, macht das hinaus. Scheiß durch, was die doof schreien, sie, nicht. Nein. Sie Drecksau, sie verflucht. Das ist unnehmbar und grausam ist. Grausam. Sie Drecksau, sie verflucht. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, da ist er noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Guten Maria, sagt die Wahrheit.